محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران کسی را به خبرنگاران معرفی میکند که عزم دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. این معاون سابقش حمید بقایی است که حکم زندان گرفته است. خودش عزم دیگر باره رئیس جمهور شدن را ندارد. محمود احمدی نژاد در این باره روز 4 اپریل در شهر تهران و در نخستین نشست خبریش در 4 سال اخیر صحبت کرد. من برنامه‌ای برای ریاست جمهوری ندارم. بنده از آقای بقایی به عنوان نامزد اصلی حمایت خواهم کرد. بقایی را سال 2015 به 8 ماه زندان محکوم کرده و هیچگاه سببهایش را اعلان نکردند. محمود احمدی نژاد سال گذشته گفت که در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت شرکت او می تواند سبب اختلافات در جامعه شود. حمید بقایی از حلقه محافظه‌کاران ایران است که می‌خواهند به جای حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و معتدل نامزد خود را بیارند. حسن روحانی که آخر ماه مارس در مسکو و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، گفته است که در انتخابات شرکت می‌ورزد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و باید نامزدها از روز 11 تا 15 اپریل ثبت نام شوند. حالا معلوم نیست نامزد مورد حمایت احمدی نژاد با سابقه زندانی بودنش در فهرست نهایی داوطلبان کرسی ریاست جمهوری ایران خواهد بود یا نه.